کارین که بعد از پایان کار خسته برمیگشته خونه، در حال فیلم دیدن بود که شماره ناشناس به تلفنش زنگ میزنه. بعد از پاسخگویی صدایی به شکل صدای خودش که میگه فقط یه انتخاب داری، فقط یکی. یا از فردا با من بلند میشی همه چیز رو درست میکنی، یا 10 سال صبر میکنی تا به من برسی و منو ببینی که به چی میرسی. کارین که بعد از نگرانی های تماس با نگرانی به رخت خواب میره و میخوابه، صبح که از خواب پا میشه و جلوی آینه میره به تصویر عجیبی برمیخوره. رو آینه نوشته بود که 24 ساعت زمان داری. کارین که تلفنش دوباره زنگ میخورد با ترس جواب میدهد بفرمایید. دوباره همان صدا، تو هم که جواب دادی. کارین جواب میده منظورت چیه؟ هیچی، منم 10 سال پیش مثل الان تو اشتباه کردم، جواب تلفن رو دادم. ما فکر میکردیم تماس از آینده است، اما اشتباه میکردیم. ما با خودمون حرف میزدیم. ما زندونیای یه زمان تکراریم. تا کسی گوشی رو قطع نکنه هممون دوباره تکرار میشیم و این داستان ادامه داره.